در سال 1889 در روستای کوچکی در اتریش کودکی به دنیا آمد که مسیر تاریخ را تغییر داد. آدولف هیتلر در 20 آوریل 1889 در بیمارستانی به دنیا آمد. او دوران کودکی خود را زیر سایه پدری بسیار سختگیر گذراند. آدولف در جوانی به نقاشی علاقه‌مند بود، اما سرنوشت متفاوتی در انتظار او بود. شهر وین جایی بود که هیتلر جوانیش را در فقر گذراند. رد شدن از آکادمی هنر خشم هیتلر را شعله‌ور کرد. کتاب‌های تاریک نفرت را در قلب هیتلر کاشتند. هیتلر در جنگ جهانی اول شرکت کرد و جنگید. مدال شجاعت هویت هیتلر را شکل داد. در سال 1919 هیتلر به ظهور نازی‌ها دامن زد. او با سخنرانی‌های پرشور جمعیت‌های بزرگی به حزب نازی جذب کرد. هیتلر در حزب کارگران آلمان ارتشی به نام SS ایجاد کرد که اعضای آن یونیفرم‌های سیاه می‌پوشیدند و به هیتلر سوگند وفاداری می‌خوردند. این گروه بعدها به ارتشی با 20,000 نفر تبدیل شد. او در سال 1933 صدر اعظم آلمان شد و توانست آلمان را به اوج بازگرداند. قوانین نازی فاجعه‌ای برای میلیون‌ها نفر آغاز کرد. رژه‌های نازی و آزار شدید یهودیان وحشت را در برلین گسترش داد. یهودیان به سوی سرنوشتی تاریک رانده شدند. در سال 1939 تانک‌های نازی جنگ جهانی دوم را شعله‌ور کردند. جنگ جهانی دوم با تهاجم به لهستان آغاز شد و بریتانیا و فرانسه علیه آلمان اعلان جنگ کردند. کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا، بلژیک، فرانسه، یونان، بالکان و یوگسلاوی نیز از حملات هیتلر در امان نماندند. با این حال با تهاجم به اتحاد جماهیر شوروی در سال 1941 ایالات متحده وارد جنگ شد و دوران اوج آلمان پایان یافت. در سرمای روسیه نازی‌ها با شکست مواجه شدند. هیتلر نقشه فتح جهان را کشیده بود. اردوگاه‌های نازی جایی که بیش از 3 میلیون یهودی کشته شدند، شامل آشویتس، بیرکناو، بالزاک، تربلینکا و سومیبور بودند که همگی در لهستان تحت اشغال آلمان قرار داشتند، جایی که انسانیت در تاریکی محو شد. ستاره زرد روی لباس نشان رنج و تبعیضی بود که یهودیان را هدف قرار می‌داد. نیروهای متفقین در 6 ژوئن 1944 در سواحل نورماندی فرود آمدند و شروع به آزادسازی فرانسه اشغالی از نیروهای آلمان نازی کردند. این نبرد بزرگترین عملیات آبی خاکی در تاریخ محسوب می‌شود. این نبرد به شکست آلمان نازی منجر شد. هیتلر در خشم و ناامیدی به فرماندهان ارتش خود دستوراتی داد، اما پایان امپراتوریش را پیش بینی می‌کرد. او با عصبانیت سخنرانی‌های طولانی درباره خیانت و بی‌کفایتی فرماندهانش ایراد کرد که برای اولین بار به شکست در جنگ اشاره داشت. برلین در سال 1945 شهری ویران شده زیر بار جنگ و شکست. در پناهگاه زیرزمینی هیتلر در تاریکی و ترس غرق شده بود. دست لرزان هیتلر پایان زندگیش را رقم زد. معشوقش اوا براون تا آخرین لحظه به هیتلر وفادار ماند و هر دو با هم خودکشی کردند. به دستور خود او، جسد او و معشوقش پیش از رسیدن سربازان به آتش کشیده شد. متفقین با پرچم‌های پیروزی وارد برلین شدند. از هیتلر تنها خاکستری در ویرانه‌های پناهگاه باقی ماند. مردم جهان با پایان جنگ دوباره شاد شدند. یادبود هولوکاست گواهی بر رنج میلیون‌ها نفر است. کتاب‌ها داستان جنایت هیتلر را
برای آیندگان ثبت کردند. موزه ها تاریک ترین روزهای تاریخ را حفظ می کنند. کودکان در صلح و امید آینده را می سازند. صلح آرزوی مشترک همه زمان‌ها. برای آینده آری از نفرت تاریخ را به خاطر بشریت به یاد آورید. این داستان هشداری است برای حفظ صلح تا کودکان و مردم بتوانند با خوشحالی زندگی کنند.